سلام دوستان عزیز، دوستان محترم، دوستداران صنعت و فرهنگ استاد عزیز مظفر ناظموف. پگاه 80 سالگی استاد عزیز ما 80 سال پر میکنم. استاد عزیز مظفر ناظموف از این 80 سال ما با استاد 45 46 سال یک جایی با هم پهلو با پهلو ایجاد کردیم، سراییدیم، نواختیم، آنچه که داشتیم به مردم دادیم. من بسیار خاطرات ها بسیار من در این 45 سال بسیار خاطرات های بسیار من بسیار دوستداران استاد میگن که یکم خاطره نقل کنید. شما یک جای بسیار بوده، من یک خاطرات نقل میکنم، یک خاطرات عجایب، یک خاطرات